متن پینوشت صرفاً برای سپاس از زحمات مادریه که هرچه دارم از او دارم. عنوانش هست رها کن پرنده را. میگه گر نکرده بود رها مادرم مرا، ز کنج قفس خانه به میدان تجربه در عمق کوچه ها، در کوچه های پردرخت پر ز آوای بچه ها، آنها که دوست شدن مرا و آموختند نکته ها، هرگز نمی شدن تجربه‌ای برای تلاشم در آینده ها. رها کن پرنده را. گر نکرده بود رها مادرم مرا، هرگز نبود تجربه‌ام از گل عقاقیا. هرگز نبود مرا شوق پرواز همچون پرنده ها، تا اوج گیرم و پرواز کنم از فراز مشکلات ز بنبست کوچه ها. بگذار بپرد ز صحن خانه به گذرگاه کوچه ها. رها کن پرنده را. گر نکرده بود رها آرش را مادرش ز بند، چگونه توانست کند رها تیری ز چله کمان، ز کشور شیران به مرز کشور دیوان. رها کن پرنده را. گر نکرده بود مادرش کاوه را رها، ز بندها و حیله ها، چگونه توانست کند رها ملتی ز بند ضحاک و مارها. رها کن پرنده را. رها کن پرنده را که بپروری اندر زمان ما، نمونه‌ای چو کاوه و آرش ز بچه ها. رها کن پرنده را. اردیبهشت 1382. شاد باشید.